اوه بیرون کی نخست بیو اسمران اسمران الو اوچا این چی بگو؟ خواندم یا دیده اگه کسایی که خونه هسته؟ هسته میره میشه که کجا ما یکم کادر خواندن میمونیم با نشونت که یکم جدا شیشتگی ها شیشتگی برای دو لگه همین گپا تره ما چی میشم نشناختی؟ من خدا میشم خدا سه نه تو سرکوخی سرکو حیوان کس هست یک دو سه هو خوش اومدم دو سه هو خوش اومدم نواک کشته راست شما اومدین هر برابر میگه برابر بیاید مونه این جای دیگه کنه شمش نباشه اول برای چیکار میدم فرش هم بگم باو وقتی نمیشود نشو بگم باید سوز اهمیت کاروش قواز هم برای خیلی اول بگم شدار نفتم بود که مقصد فهم اما سیده در چیزه دارم دو سه اومدین دو سه سلامش سوش بگیر بگی دستا چیکار کنی خز واسه شما خز بگیر نه نشید وقت خز بگیر جام خز گیزالا استوب نه نشید نشدیش نشید توفرو یک دو سه سه دور شده دای داخلی خانه تو من جنگ دارم در جنگ دابل خلاص یک دو سه ما در نورک حضور داریم. اینجا کلی نورک های، این طرف دنغره اجازه میریم دنگیچه را نشون میتونم تونم بچه ها خوب دیستن. کلیپی رفاعت سنیامکه رفتیستیم دو خط سوز میگذره طرف سه بیستون دا سنیامکه میکنیم. اینجا دنگیچه ها سنیامکهش کنیم که بلو کنیم. آنه این دنگیچه های بینیسی نورک دنغره یوسفی گلریزی. سلام علیکم. دنگیچه بسیار هم اولی جانا اومدگی خوب دستاشون درد نبینم. بسیار هم خانمای قشنگن. میزنی فقط دیگه هم سر خسرو باید میاری. سرودی چی را نویسگی؟ زنگیر نیست. من اسمرود خطی رفاعت نو خوندگی ان شاء الله با نزدیکی قسم دیمش هم میبرویم. در نقشه هست. اینجا محمد کوپتریس ورتالیوچی کی مو نمیه اپراتوری مو نشناس شوین. یه همه کادروی ما رو هم ورتالیوت کتی آیبولو هم استیام که میکنن. کادروی اولی جانو میگیرن. نو ترسیده داجه ماشین رفته است باشد دادنی ماشین ثبت میگیرن.
دنگیشه چی خیلی دنگیشه؟ دنگیشه زود سوزش ساعتی نه با گرم نیست. خیلی زنده باشین. برای بچه‌های غریب چی می‌کنید؟ هم سر چون احتیاج کنه اخدو دوم کنه به وطن برگردن. خدا خواهد به وطن برگردن. بعد انقره رسیدیم. نه دوستان چی گفتنی داری؟ سربلند باشین دوستان عزیز. اینه در کلیپ رفعت بانو را سر میکنیم برای بچه دنقره. این وقت بچه که دنقره یه بار دیگه همه شما را به دنقره خرم پیش اومدید میگم. سربلند باشین، زنده باشین. اینا تای چی اومدیم؟ تای گندم. اینجا جای خوندنش سر میکنیم با دلشی و نوار بیشتر رفتن میگیریم. اکمل جمعه سیمکه کدیستن در طرف این همه سرجم اومدیم دنقره. اکمل جمعه رفعت بانو رفریکت قپیدیان محمد جون دنقره تای چی دنقره دایمین سیمکه رفته است باور که یگان چه خیلی بگو که ما ایره دنقره بود برامون یک بالا که عشقی دختر مرا افکار کرد. یک بالا که ایره ما چی ایره گرفته بودنی؟ آقا جان شما ایره بودنیه؟ ما ایره دنقره آقا غیر من میبرم خونمون میبرم دنقره میبرم. آتش پدر و مادرم حمید این عشق دختری افغان مرا مفتون کرد. مرا خیلی گپ بودن. خداوند بزرگ پیشکارمون کشاده کنه در نزد دوست و دشمن احسن نکنه. الله بزرگ در پناه اسمت خدا نگهبان باشیم. به حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ الجمیل مؤمنات و المسلمین و المسلمات. خداوند بزرگ بازم همین کلیپ ما را نه اینکه تاجیکستان بلکه افغانستان و ایران و تمام فارزبانان روی دنیا تماشا کنند و حلاوت ببرند برای شما. الله آمین آمین. یک جان تشکر. اینا برادران عزیز رفعت بانو اکمل جمعیوف اینا وانایی که یوسف گلرزی محمد جان برادر قدردانی ما خیلی با همراه کلی دوستان هم اینجا ده. نه اینجا بقلشکایی ما یوسف گلرزی رو بقلشکایی فقط چنگ نکه تمام رفعت بانو. سربلند باشن دوستان عزیز. به نزدیکی کلیپی ما آماده میشه. تیاری ببینید بچه دنقره گلدختر افغان خیلی بزنی میگیره. این یکی از اکتریس های زوری ما. روی مالک شد چه بخوری؟ برم اونجا برم خب من میبینم عذابات نه حتما تماشا میکنم. چی بودی؟ بزنش بزنش که اومد بیا تو گوشی بیا اومد گازانبور دیده بچه گازانبور نبخواهی اومد رفعت بیو کسونه چشمکی زد. فهمیدی؟ باید زنگیر نبود نخونه هر دامان نیستم زنگیر نبود خدایا درگیرفتم نه زنگیر نبود هم زنگیر نبود مداده قسم دیمش پوک ده تایوش دیگه تمام. با ورتالیوتی فانتوم 4
گوسپندارا سور میکنه. اینا تماشا کنی. The home point has been updated. اینا تماشا Please کنی. check it on the map. دیگه اینا داویدن